دوستان عزیز که با گوشه کردن برای افطار شروع کردیم. نه دوستان عزیز سبزی تیارای پیاز تیارای این جده این پور پدر مهربان ما بله اینه گوشت
ای بچه جونی من باش میخری؟ باش میخری؟ بابوش بگو گوشت بته؟ بگو ها؟ زحمتی راه بابوش بگو گوشت بته؟ فراموش شود خدمتی چاه فراموش شود از کفی خیرمن اگر دانه رود از کفی خیرمن اگر دانه رود تو دهی کاه فراموش شود مهری شب را که سپردن بروز مهری شب را که سپردن عزیز ماشاءالله که از کانت پس مدام میدازیم و بعدا بوم میبینیم که اوش چه خیلی اومده و بوم میتیم علاقه ساعت 6 یک ساعت و 20 منت دیگه مو با افطار توچکتا دمش میدازیم فراموش شود مددی شاه فراموش شود حواسی زندگی در درگاه اینا خودم اومد اینی گل اومدن در قشلاقش اینا زیانی مرا نگاه گوه باش تو بوده شد فراموش شود زحمتی راه فراموش شود خدمتی شاه فراموش تمام از میتونم با خیلی تماشاگران سامانه رحیم صدف و باز یک بار دیگه ماه شریفی رمضان و هر یک شما مبارک باد باشد. اینک دهه یکم علاقه گذشت دهه دوم رفته دوستان عزیز ما خواستیم در ناحیه برخورد در کشور یک پوشچه کنیم پوشچه برای مردم انم تراکتوریا خداوند خیر ما را در نامه عملش قبول بگردانه و از اول تا آخر برای چی سیون کردن که خواستیم که مردم غریبی که بسیارش نمیتونستن اوش چکل تیار کردن و چکل تیار کنن برای نام اول تا آخر تماشا کنیم درشان تماشا کنیم که اوش چخیل میاد و با حبت دستگیری لایک پدلی سر و نسبت انم ویدیو و انم اوشی اوشکی فراموش نکنیم خدا نگهبان ما را حوصله فرمایید. قشلاقکی من بوی چپاتی دارد قشلاقکی من بوی چپاتی دارد شیرینی شیرینی توتی دارد از چوبی درختی بید در هر خانه گوهاره سبزی ملکوتی دارد ملکوتی دارد
سفیدار بود خاکی پدر در زیر سفیدار بود خاکی پدر در زیر درختی توت خاکی مادر صد دسته گرفتن عزیزانی مرا وای وای بار شیخشتن درختان در بره درختان در بر صد دسته گرفتن عزیزانی مرا مردم غریب بایتون میگم بگو مردم غریب بایتون کو بایتون بگو اکا بار شیخشتن درختان در بری درختان در بر تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن این مردم فرخور عین حال ما در 8 خانگاه طرفی سرخوب قراتولا قرار داریم اینا در 11 روزی رمضان ماه شریف رمضان همراه پدر و مادر اینا تماشا کردی اینا همه اینا جیانای ما دویدون میسینه دیدی اینا اینا را ایسف میگن ایسف